سلام بینندگان گرامی، نمیخواستیم که در این شب شما را از خوابتون بیدار بکنم. شاید کدام نفری خواب نباشن. اگر کدام نفری خواب باشه و از خوابش بیدارش کرده باشم بخشش کلان. امروز در سامانه اخبار خواندم که یک حمله از طرف افغانستان به تاجیکستان روی داده است و 2 نفرم هلاک شدند، با گرانتمیات زدند یک نیوه را و 1 نفرم بیمار است، در بیمارخانه است. در حق او دعا کنیم برادر عزیز. مشکل اساسی چی است؟ مشکل همی است که تاجیکایی که در افغانستان زندگی میکنن باید که از طرف تاجیکستان کمک پیدا بکنن، چون از او طرف هم مرز تاجیکستان باید که حفاظت بشه و از این طرف هم. ما تاجیکا یک دولتی بگیم که نوبنیاد هستیم و یگان جنگی در کار نداریم و برادرای عزیز گرامی زیرکی را از دست نتین، چون این ملت نباید دیگه جنگ کنه. فقط ما با راه علم پیش میریم و با همدیگر فهمی، یعنی که محلگرایی را بس کنین و همدیگر بدبینی را بس کنین، چون هستن نفرایی که میخواهند که در تاجیکستان جنگ باشه، هستن نفرایی که میخواهند که این ملت یعنی که با دچار جنگ بشه و اما همیشه کوشش کنین که یعنی که به جنگ به همدیگر بدبینی راه ندین، به خاطری که ما پیشرفت در کار داریم. مردم تاجیک یک بار جنگ دید، یعنی از این طرف هم از اون طرف هم همدیگر را کشتند. نباید که با این جنگ یعنی دوباره تکرار شود. دیگر کشورها مثلا ازبکستان و دیگر کشورهایی که هم مرز افغانستان هستند به همملتان خود کمک میکنن، چون اون نفرایی که در اون طرف مرز هستند کمک لازم دارن که مرز تاجیکستان یعنی که حفاظت بکنن. و پیامی ما با مردم عزیز ما میستک که مردم عزیز، ما یگان جنگ به کار نداریم و ما نباید که با هیچ کشوری یعنی با هیچ ملت جنگ نکنیم، اما مرز خود را باید حفاظت بکنیم. امروزها برادرای ما در مرزهای افغانستان مستقر هستند، برادرای عسکرای تاجیکستان، اونا هم برادرای ما هستند. هر یک تاجیک نه وابسته از یعنی که زبانش، نه وابسته از وظیفه‌اش، برادری ما هستک. به همون خاطر بیاین به یک جایگی در این بارها صحبت کنیم، کامنت‌های خود بنویسین. انشالله فکر میکنیم که یعنی حکومتدارا هم این ویدیو را تماشا میکنن و این گپ‌های ما را انشالله که میفهمند. خدا حافظ، خوابی خوش برادر عزیز گرامی.